سلام. مصوبه جدید مجلس در خصوص وصول مهریه چی میگه؟ مصوبه جدید مجلس تنها ناظر به زمان وصول مهریه است. یعنی چی؟ یعنی شما همچنان میتونید هر چقدر خواستید به توافق مهریه رو تعیین بکنید. اما زمان وصول مهریه اون هم فقط از طریق مراجع قضایی و نه از طریق اجرای ثبت و نه از طریق توافق طرفین تا سقف 14 عدد سکه بهار آزادی که بر ذمه زوج هست قابل دریافته و مازاده بر اون فقط ملاعت زوج رو در نظر میگیرن. تا سقف 14 عدد سکه چنانچه زوج پرداخت نکنه این مبلغ رو همچنان به حبس محکوم میشه که فعلا به جای حبس پابند الکترونیک رو براشون در نظر گرفتن. اما در خصوص ازدواج هایی که قبل از تاریخ این مصوبه اتفاق افتاده آیا مشمولش میشه یا خیر؟ بله، مشمول اون ازدواج ها هم خواهد شد. موفق باشید. سابسکرایب فراموش نکنید.